دوستان و سروران خوب و عزیز، گفتگویی که احتمالاً طی 3 روز آینده یا امروز و 2 روز آینده خواهیم داشت، نگاهی بیشتر ادبی، فلسفی، عرفانی و علمی به موضوع عشق هست و به همین جهت است که انتظاری که می رود این است که به دانش و آگاهی و بینش و نگرش شما در این زمینه بیفزاید و احتمالاً از سخن دوستان خوب و عزیز ما چنین استنباط و برداشتی خواهد شد. نکته‌ای که ضرورت داره خدمتتون عرض کنم این است که وقتی که صحبت درباره علم هست، مفهوم علم رو ما معمولاً به 2 صورت به کار میبریم. یکی علم به معنی هر دانسته‌ای در مقابل هر ندانسته‌ای یا هر علمی در مقابل جهلی، اما برخی از اوقات وقتی سخن از گفتگوی علمی هست، منظور ما نگاهی سیستماتیک و بسیار دقیق به موضوع و مفهومی هست، تا اونجایی که میشه به این نکته اشاره کرد که به دنبال بیان واقعیت، بیان حقیقت و مخصوصاً درستی و صحت اون هستیم. شاید بشه گفت که علم یک شناخت و یا یک ادراکی است از واقعیت که به خواص و خصائص اشیاء توجه داره و به روابط میان آنها اعتنایی و بعداً از طریق مشاهده، تجربه و آزمایش دقیق بر اساس متدولوژی که مادی و فیزیکی و مکانیکی هست، بر مبنای فلسفه و یا جهانبینی و با تأکید و توجه بر کمیت و اندازه‌گیری مطلبی رو ارائه میکنه. معلوم است که یه چنین تجربه‌ای مادی است، فیزیکی است، بیرونی است، کلی است، عمومی است و همیشگی و غالب اوقات با مفاهیم غیر عادی یا غیر مادی معنوی و یا پیش از فیزیک به قول بوعلی یا بعد از فیزیک به قول فلاسفه و بزرگان یونان و یا جنبه‌های درونی و جزئی و شخصی کاری نداره. بنابراین سخنی که درباره عشق احتمالاً در اینجا ارائه خواهد شد، نگاهی علمی بر اساس مفهوم و نظر دقیق‌تر و درست‌تر علم خواهد بود و به همین جهت است که هر زمان که صحبت علمی است با کلمات کلیه همراه است، همیشه همراه، همیشه، همه جا، همه وقت یا هیچ وقت. مثلا هر شیئی رو که وارد مایعی کنیم به اندازه وزن مایع هم حجمش از وزنش کاسته میشه. این سخن علمی است، به دلیل اینکه اون رو همیشه همه جا به یک گونه و به یک صورت مطرح میکنه و بنابراین سخنی که در این چند روز خواهید شنید در محور نگاهی عمیق و دقیق در این چارچوب علمی است که خدمتتون عرض کردم. به همین جهت است که مشخصه اصلی علم خاصیت ابطال پذیری یا قابلیت اثبات رد اون هست، یعنی ریفیوتبل بودن. روزی شما میتونید صحبت از یک موضوع علمی بکنید که بشه ثابت کرد غلطه، بشه ثابت کرد درست نیست. هر موضوعی که نتونیم ثابت کنیم که غلطه، موضوع علمی نخواهد. بنابراین 7 یا 8 مورد اساسی هست که غالب اوقات در جملات و کلمات بزرگان دیده میشه و غالب اوقات من و شما اونها رو راحت پذیرفتیم، ولی واقعیت مسئله این است که این کلام علمی نیست. یکی از اونها که بسیار معروفه تاتولوژیکال استیتمنت یا همانگویی هست. مثل این است که شما به من بفرمایید که پسر انسان مذکر است، شما در اینجا حرفی نزدید. پسر انسان مذکر است در حقیقت یک همانگویی است. یا برخی از اوقات وقتی که صحبت از مطالب میشه تقسیم بندی هاست. اخلاق انسانی ناشی از عامل ارث و یا محیط و تربیت است. خیلی تصور میکنن که با گفتن چنین مطلبی حرفی علمی زدن، با اینکه فقط یه کلاسیفیکیشن اسکیم یا یه طرح‌های طبقه بندی است و انواع دیگری داره که اجازه بدید به اون اشاره نکنم. علت این تأکید این هست که گفتگویی که این عزیزان و استادان که بنده در جریان مطالعات عمیق و دقیق و آگاهی هاشون هستم به صورتی حرکت میکنه که آنجا که سخن از موضوع و مطالب علمی است واقعا سخن علم مطرحه، نه نظر فردی شخصی که احتمالاً قابل اثبات و رد نیست و یا اصولاً در حوزه و حریم علم
نخواهد بود. به همین جهت است که امید این هست که نتیجه این گفت و شنود بر دانش شما و بر بینش شما بیفزاید و نگاهی دقیق‌تر، وسیع‌تر و عمیق‌تر به موضوع عشق داشته باشید. اما شما بهتر از من میدونید که در بسیاری از موارد کار علم در حقیقت تجزیه کردن جهان به کوچکترین جزء ممکن خودش هست و سپس نامگذاری اون اجزا و سپس به دنبال خواص یا خصائص و ویژگی‌های اون پدیده رفتن و بعداً به رابطه اون شی با بقیه اشیا پرداختن. یعنی روزی که من و شما درباره علم سخن میگوییم، در بسیاری از موارد مفهوم علمی هیچ چیز جز تکه تکه کردن و نامگذاری کردن نیست. مثالی عرض میکنم. من نادان آن زمان که دردی در منطقه دل یا شکم خودم احساس میکنم میگویم دلم درد میکنه. با گفتن این حرف مطلبی رو بیان کردم که من دلم درد میکنه. اما یک متخصص جهاز هاضمه، یک متخصص داخلی، ای بسا با 180 بیماری که نام متفاوتی دارند، علل و عوامل مختلفی موجب آن شده، علائم و نشانه‌های مشخصی دارند، با معالجه معینی بهبود پیدا می‌کنند، با موضوع برخورد می‌کنند. بنابراین فرد عادی عامی معمولاً لغات و کلمات رو به گونه‌ای به کار می‌بره که بر اساس عقلی، منطقی و مخصوصاً فلسفی تعریف نه جامع هست، نه مانع و نه دقیق. و بنابراین در گفتگوهای روزانه مردم به راحتی میتونن لغات و کلماتی رو که مایل هستن به کار بگیرن، در حالی که هر کسی بر اساس نظر و به قول معروف ظن خودش اون رو به خودش نزدیک و یا دور میبینه. در نتیجه مطلبی که بسیار اهمیت داره این هست که من و شما اگر درباره موضوعی، مفهومی، واژه‌ای، کانسپتی صحبت میکنیم، دقیقاً اون رو بشناسیم و میدونیم که کودک انسانی بین 2.5 تا 4 سالگی به یه نوع کانسپچوالیزیشن دست میزنه و بعداً بعد از 11-12 سالگی، اون زمان که وارد مرحله فرمال اپریشنال استیج یا مرحله عملیات صوری و ذهنی و تجریدی از نظر عقلی میشه، دوباره سراغ این مفاهیم میره و از اونجاست که علم و دقت علمی به راحتی مشخص و معلوم خواهد شد. نتیجتاً اون زمان که من و شما صحبت از مفهومی مثل تربیت، ازدواج، خدا، صندلی، غذا، ویتامین میکنیم، مهم این است که تا چه اندازه توان اون رو داشتیم که اونها یا اون موضوع رو تکه تکه کنیم، هر جزء رو با نامی بخوانیم، تعریفی جامع و مانع برای اون داشته باشیم و به گونه‌ای سخن بگیم که با فرد آشنا دیگه مشکلی درباره واژه‌ها و مفاهیم و محتوا نداشته باشیم. به همین جهت است که بسیاری از اوقات اختلاف میان مردم در تمام زمینه‌ها، چه موضوعهای فردی و شخصی، چه روانی و اجتماعی، حتی سیاسی و اقتصادی، در تعریفی است که برای این مفاهیم قائل هستند و اگر واقعا این مطلب رو روشن کنند، در بیش از 90% موارد مردمی که در ظاهر با هم اختلاف دارند به هیچ وجه با هم اختلاف ندارند و یا حداقل مشخص خواهد شد که در چه زمینه‌ای با هم تفاوت نظر دارند. متاسفانه برخی از لغات و کلمات در این چارچوب و زمینه آسیب فراوان دیدند و شاید هیچ لغت و واژه‌ای به اندازه عشق این چنین به صورت عجیب و غریبی به کار برده نشده. هیچ لغتی. من خورشت بادنجون دوست دارم و امریکایی میگه I love hamburger. من مادرم رو یا پدرم رو دوست دارم و او حرفش اینه که I love God. من لس آنجلس رو دوست دارم و او احتمالاً ممکنه سخنی گفته باشه که I love نیویورک. و شما خیلی راحت میتونید ببینید که این لغت عشق چگونه برای همه چیز به کار گرفته میشه، از غذا گرفته، ساده ترین و کمترین چیزها تا بیشترین ها. البته در اینجا حقیقتی نهفته است و اون حقیقت این است که معمولاً مردم اون زمانی که درباره عشق راجع به چیزی سخن میگن، مقصودشون این هست که برای اونها مهمترین، بهترین، با ارزشترین در حال حاضر یا به طور کلی یا همیشه است.
بنابراین گرچه پیامی رو میرسونه، اون زمانی که من میگم من پیتزا دوست دارم، گرچه میرسونه ولی با وجود این دقت لازم رو نداره. به همین جهت است که مفهوم عشق به یک باره کارش از ساده ترین موضوعات تا خدا رسیده و از عمیق ترین ارتباطات انسانی تا ساده ترین روابط فردی و شخصی من و شما لغت عشق رو به کار میبریم. بنده ترجیح همین هست، تکرار میکنم، ترجیح همین است که عشق رو فقط در چارچوب روابط انسانی ببینم و ترجیح دیگر من این است که عشق را فقط در رابطه زن و مرد و در مورد خاصی که امیدوارم بشه بهش اشاره کرد در روابط دو انسان ببینم. بنابراین اگر صحبت از عشق هست، صحبت از عشق به خدا یا عشق وطن یا عشق هم نوع یا هر عشق دیگری نخواهد بود. آنچه که بیشتر استادان به اون اشاره خواهند کرد، مگر اون زمانی که به دلایلی نظر من شما رو به مطلبی جلب کنن، این است سخنی که درباره عشق هست سخن درباره عشق میان زن و مرد هست و بعداً خواهیم دید که از نظر بیولوژیک، فیزیولوژیک، نورولوژیک و ژنتیک دلایل فراوانی وجود داره که برخلاف تصور بسیاری که فکر میکنن عشق نه اینکه از آسمان‌ها آمده، از آسمان‌ها گرچه شاید آغاز شده باشه، از دل این زمینه‌های فیزیکی و مادی و بیولوژیک و نورولوژیک و ژنتیک من و شما سر برآورده و اونجاست که جنبه‌ها و جلوه‌های مختلف و متفاوتی پیدا کرده. بنابراین مفهوم عشق نه تنها از این نظر کاملاً پا در جل خاک داره، کمی برتر و بالاتر و شاید برای یه عده‌ای خوشایند یا ناخوشایند ریشه در روابط جنسی خواهد داشت که به اون بعداً خواهیم رسید و مسئله سروایول، زنده ماندن، تولید مثل و اصولاً عمیق‌ترین، سنگین‌ترین، انسانی‌ترین، فیزیکی‌ترین، مادی‌ترین، روانی‌ترین و به جرأت عرض می‌کنم بر اساس هر تعریفی از روح و روحانیت، روحانی‌ترین رابطه دو انسان رابطه زن و مردی است که عاشق همن و درگیر رابطه جنسی میشن. بنابراین اون تصور و تخیل عجیبی که بعداً خواهیم دید چرا به یک باره تمایلات جنسی ارتباطی نداشته و این سخن رو عزیزان بهش اشاره خواهند کرد، بنده هم گفتگویی باش خواهم داشت، کاملا مطلبی است که با واقعیات و داده‌های امروزی که من و